خدا ریاضی 2 فصل 1 صفحه 8 نکته فاصله نقطه آ تا خط ال AX به اضافه BY به اضافه C مساوی 0 برابر طول عمودی است که از نقطه آ بر خط L وارد می شود و اندازه آن با استفاده از فرمول آهاش مساوی قدر مطلق AX 0 به اضافه BY 0 به اضافه C روی رادیکال A2 به علاوه B2 به دست میاد. خب یه دونه مثال 1 میگه که فاصله نقطه آ به مختصات 7 و 5 از خط L 4x به اضافه 3y مساوی 18 را به دست آورید. خب این اول همشو به صورت خطی یه طرف بنویسیم. ضریب x میشه a، ضریب y میشه b، مقدار ثابت میشه 3. حالا تو فرمول آهاش مساویه با به جای a میذاریم 4 x نقطه a به جای x 0 به اضافه 3 ضرب داره به جای y 0 5 منهای 18 رو رادیکال A2 مون گفتیم 4 به توان 2 بمونم 3 به توان 2 که این میشه 5 اینم میشه 25 تقسیم بر 5 پس اندازه فاصله نقطه تا خط برابر است با این. خب حالا یه جور دیگه 2 تا خط رو در نظر بگیرید که تمرین یا مثال 2 خط L معادلش 4x به اضافه 3y برابر 18 و خط دلتا معادلش 3x منهای 4y مساوی 1 هستش. محل برخورد دو خط را به دست آورید. بله. خب محل برخورد دو تا خط باید دستگاه حل کنیم. دستگاه هم برای اینکه حل کنیم به روش حذفی 4x به اضافه 3y مساوی با 18 و 3x منهای 4y مساوی با 1 به روش حذفی بالا رو در 3 ضرب میکنیم و پایین رو در منفی 4 و به دست میاد 12x به اضافه 9y مساوی با 54 منفی 12x مثبت 16y هم مساوی با منهای 4. این دوتا حذف میشن بینشون جمع میشه 25y مساوی با 50 و از اینجا نتیجه میگیریم y مساوی با 2. خب ویدیو که به دست آوردیم توی یکی از معادله‌ها جایگذاری می‌کنیم. مثلا فرض کنیم ما توی چی بذاریم این قلممو من تغییر بدم خب میشه 4x نه خراب شد 4x این که
خب حالا میایم توی که اینا جایگذاری میکنیم. پس 4x به اضافه 3y مساوی با 18 به جای یش میذاریم 2 مساویه با 18 و از اینجا 4x رو دست میاریم 12 و x مساوی با 3. پس محل برخورد دلتا و ال شد نقطه پ که شد 3 و 2. خب این از قسمت الف. قسمت ب میگه که دو خط نسبت به هم چه وضعیتی دارن. وضعیت دو تا خط رو بخوایم باید شیباشون رو به دست بیاریم ببینیم که به چه صورت هست. 4x به اضافه 3y مساویه با 18 خط L. از اینجا میگیم که 3y رو تنهاش کنیم 18 منهای 4x 3y مساوی میشه با نه دیگه الان تقسیم بر 3 کنیم طرف اینو تقسیم بر 3 مساوی میشه این 6 منهای 4/3 x. پس m خط L مون 4/3 منفیه. اون یکی خط دلتا معادلش بود 3x منهای 4y برابر 1 که اینم یکیش رو تنها کنیم منفی 4y مساوی میشه با 1 منهای 3x. y ما مساوی میشه با 1 منفی 1. این رقم اونور شد منفی دیگه منفی 4y هم که سر جای خودش منفی 1/4 و مثبت 3/4 x. پس اینجا m دلتامون مساوی شد با 3/4 که حالا نگاه بکنیم m l ضرب در m دلتا عددش میشه منفی 1. پس دو خط L و دلتا بر هم عمودن. خب حالا قسمت پ فاصله نقطه آ رو از محل برخورد دو خط به دست آورید. محل برخورد چی بود؟ محل برخورد رو الان بهمون داد نقطه پ 3 و 2 نقطه پ 3 و 2 نقطه آ هم که مختصاتش بود 7 و 5 که اگر طول آپ رو به دست بیاریم میشه x p منهای x آ به توان 2 به علاوه y p منهای y آ به توان 2 که از اینجا آپ مساوی میشه با x p 3 16 و 9 میشه 5. اینا یکی شد. حالا دو تا خط رو اگر شما در نظر بگیرید مثلا یکی خط دلتا باشه یکی خط ال باشه ما گفتیم دو تا خط بر هم عمود هستن دیگه. حالا فاصله نقطه آ تا خط محل برخورد که پی بود اسم محل برخورد رو پی گذاشتیم و گفتیم دو تا خط بر هم عمودن و طول نقطه آ تا پی برابر بود با فاصله نقطه. حالا یه چیز دیگه این که آیا نقطه آ روی خط ما فاصله نقطه رو از 4x به اضافه 3y مساوی با 18 در آوردیم دیگه. آیا نقطه آ روی خط دلتا هستش یا نه؟ این سوالم آیا آ به مختصات 7 و 5 روی خط دلتا که معادلش بود 3x منهای 4y مساوی با 1 قرار دارد. اینو چک کنیم
و جایگذاری کنیم 3 ضرب در 7 منهای 4 ضرب در 5 که میشه 21 منهای 20 مساوی میشه با 1. بله قرار داره. پس نقطه آ روی خط دلتاه. نقطه آ روی خط دلتاه. فاصله نقطه آ تا خط ال برابر با طول عمودی بود که از آ به ال وارد میشه و دیدیم که محل برخورد این دوتا نقطه که نقطه پی هست تا نقطه آ همون طول عمود آهاش میشه یا آپ میشه. پس به دو تا روش ما اینو حساب کردیم. یکی این که فاصله نقطه آ از خط ال رو با فرمول حساب کردیم، یکی هم این که محل برخورد دو تا خطی رو که بر هم عمود بودن نقطه پی در نظر گرفتیم، محل برخورد دو تا نقطه خط رو به دست آوردیم و فاصله شو تا نقطه آ حساب کردیم. به دو روش و هر دو هم یک جور میدن، یه عدد میشن. هم این 5 شد، هم قبلی صورت فرمولی این هم به صورت 5 در اومد. خب خسته نباشید. همه شما رو خدا خوب مهربون سپاریم. خدا حافظ.